سلام بیننده عزیز، نخست برنامه دوا است منظور شما. تصمیم گرفتیم برنامه خود را با ترغیب طرز حیات سالم پیشکش شما گردانیم. در برنامه ما امروز هم صحبت ما هستند دکتر آرش علایی. آیا مردم می توانند که بی نقاب امروز گشت و گذار نمایند؟ خیلی مهم است که بینندگان عزیز توجه داشته باشند. این تبریک می‌خوایم بگیم به تمام نیروهای سلامتی، مردم، جمهوری تاجیکستان، حکومت و همه که کوشش کردن دیگر بیمار نو پیدا نمی شود. این درست است که بیمار نو نیست، ولی بدانیم که ویروس کووید 19 در همه جای دنیا هست. پس این باعث نمی شود که مردم نقاب نزنند، این باعث نمی شود که مردم فریب بخورند از ویروس. باید هوشیار باشند کماکان، همانطوری که طی 6 هفته گذشته بیمار نو نیست به همین صورت ادامه بدهند که بیمار نو پیدا نشود، چون ویروس ها منتظرند که اگر مردم رعایت نکنند 2 مرتبه پهن شوند و باز بیماری ایجاد کنند. از چگونه نمودی نقاب ها مردم می توانند استفاده کنند؟ خیلی مهم است که بینندگان محترم بدانند هر نوع پوششی که در جلوی دهان و بینی و چشم گذاشته بشود باعث می شود که ویروس وارد بدن نشود. نمود نقاب ها فرق دارد. این نقاب های جراحی یک کرته هست که یک بار باید بیش از 8 ساعت استفاده نشود و بعد انداخته بشود دور. ولی ما هنرمندان تاجیک را داریم که می توانند در خانه یا در فابریکاها نقاب هایی که از 2 لایه باشد، یک لایه درون، یک لایه بیرون و پخته و بینش پخته، نقاب های خوشرو درست کنند که این می تواند استفاده بشود به شرطی که 5 نمود داشته باشیم. یعنی 5 نقاب داشته باشیم. نقاب یکم را که روز یکم استفاده می کنیم، بعد از اینکه تمام شد روز او را برداریم، ببندیم، در یک پاکت بذاریم. روز دوم نقاب دوم، روز سوم نقاب سوم، همینطور تا روز 5 هر روز یک نقاب. روز 6 می توانیم نقاب یکم را در بیاریم و استفاده کنیم. پس نقاب هایی که به نام نقاب های خانگی استفاده می شود استفاده کرد، ولی شرطش این است که 5 نمود باشد، هر روز یکی. نکته دوم این است که به سمت بهار می رویم. به سوی بهار می رویم. بهار است و رنگ های گوناگون، بهار است و شادی. ما باید از لحاظ مسائل روانی هم به این توجه کنیم که رنگ های خوب باعث می شود در جامعه از لحاظ روانی مردم شادتر باشند. و نکته سوم از لحاظ اقتصادی. ببینید شما استحصال کننده پخته هستید، می توانید از پخته‌ای که استفاده می کنید نقاب های گوناگون بیارید، هم بفروشید، سودا کنید، هم صادر کنید به خارج از تاجیکستان. پس هم می شود سلامتی، هم سلامتی جسم، هم سلامتی روان و هم اقتصاد خوب. بینندگان گرامی، یکی از راه‌های حفظ کردن سلامتی این درستی استعمال غذا می باشد و امروز می گفتید که میوه و سبزیجات برای سلامتی انسان تا کجا فایده آور است؟ سپاسگزارم از سوالتان. یکی از نکات مهمی که بینندگان عزیز باید توجه داشته باشند اینه که در تاجیکستان استحصال میوه های تازه زیاد هست و ما میدانیم که علم ثابت کرده میوه ها منبع مهم ویتامین ها هستند و برای حفظ مسئولیت بدن خوردن میوه های تازه بسیار مهم است. به این خاطر است که ما خواهشی که داریم از بینندگان عزیز توجه داشته باشند. میوه هایی مثل زردآلو دارید شما لبلبو، شلغم و انواع سیب ها، ناک، اینها همه محصول درخت های تاجیکستان هستند که می توانند برای حفظ سلامتی مهم باشند و اینها دستاوردهای علمی است. گفتید که بادام و چهارمغز و مویز به سلامتی چی فایده داره؟ خیلی مهمه، مخصوصا حالا که در این بازار هستیم. وقتی شما ببینید زردآلوهای خشک میبینید، بادام ها، چهارمغز ها سرشارند از ویتامین ها، سرشار هستند از چربی ها، روغن هایی که برای بدن مفیده، پروتئین هایی که میتواند ثمرناک باشد، مخصوصا برای کودکان که رشد میکنند، کلان میشوند و برای کسانی که بخواهند مسئولیت پیدا کنند نسبت به همه بیماری های سرایوی از جمله کووید 19. ما باید بدانیم که
حتما از این مویزها، پسته ها و بادام ها استفاده بشه و خوراک‌های سالم برای تندرستی هم جسم و هم روان میتونه بسیار مفید باشه. خب میگفتید که فایده سبزیجات ها چگونه است؟ در کنار میوه‌های تازه و چهارمغز، بادام و پسته و مویز، انجیر، ما سبزیجات‌ها رو داریم. ما می‌دانیم که سبزیجاتی که ما داریم، مثلا شما نگاه کنید، گشنیزها هست، تره هست، همه این سبزیجات‌ها سرشار از ویتامین هاست. در کنار اینکه ویتامین ها رو ما داریم، می‌تواند به دستگاه گوارش، معده، روده و همچنین دستگاه مسئولیت کمک کنه. پس در عموم ما میوه ها، چهارمغز و بادام و سایر محصولاتی که استحصال شده طبیعی و سبزیجات میتونه همش در کمک به دستگاه مسئولیت بدن خیلی مهم باشه و بینندگان باید توجه کنند برای یک زندگی سالم حتما باید خوراک‌های سالم استفاده کنند و خیلی خرسندیم که این خوراک‌ها در دسترس هست. سبزیجات ها رو در شکل تر و تازه استعمال نمایند یا اینکه در خوراک‌ها؟ خیلی نکته مهمی رو شما بیان کردید. بینندگان باید توجه داشته باشند که سبزیجات‌ها تازه باید استفاده بشه. باید تازه بخورن. سعی کنن کمتر اون را حرارت بدهند. برای اینکه وقتی که حرارت زیاد میشه اینا خیلی پخته میشن، ویتامین ها از بین میروند. پس نکته مهم این است که سبزیجات رو تا اونجایی که میتوانند تازه بخورن، شستشو کنند، ولی زیاد آنها را داغ گرم نکنند که ویتامین هاش از بین برود، خاصیتش و ثمرناکیش از بین برود. پس سبزیجات ها میتواند کمک کند به دستگاه مسئولیت برای اینکه پیشگیری کنیم از همه بیماری ها، خصوصا که حالا که به سمت بهار بینیم و سبزیجات در دسترس هست، از خوراک‌هایی که میتواند سبزیجات ازش استفاده بشه و کمک کنه برای خوراک سالم، برای بدن و روح سالم. نقش ورزش به سلامتی انسان چگونه است؟ خیلی مهمه که بدانیم فعالیت‌ها، حرکت‌ها، مشق‌های بدنی میتواند بسیار کمک بکند هم به پیشگیری از بیماری‌های دل، هم به پیشگیری از بیماری‌های تنفسی که میتواند مشکل ساز بشود و هم میتواند دستگاه مسئولیت را کمک کند، تقویت کند که بتواند جلوی بیماری‌های سرایوی را بگیرد. ما می‌دانیم بقوم‌ها، استخوان‌ها و موشک‌ها برای حرکت‌های ورزشی می‌تواند خیلی براشان مفید باشد و فقط باید این را نگاه کنیم که همش این نیست که ما در مکان‌های ورزشی بسته بتانیم ورزش کنیم. می‌تواند هر کسی در اتاق خودش یک موزیک شاد بذارد و با موزیک شاد اونجا مشق کند. این موزیک شاد، این موسیقی شاد، رقص کردن، فعالیت بدنی هم به بدن، به تن کمک می‌کند که سالم باشد و هم به روان، برای اینکه ما وقتی که مشق می‌کنیم در کنارش یک موسیقی شاد گوش بدیم، بدن بیشتر فعالیت می‌کند. در کنار آن وقتی که بدن شروع به فعالیت می‌کند، از بدن اندورفین‌ها بیرون می‌آیند که اندورفین‌ها می‌تواند بسیار کمک کننده باشد برای کسانی که از لحاظ افسردگی یا تشویش دچار مشکل هستند. خب میگفتید که با کدام نمود بیماری ها تمرین کردن بدن اجازه داده نمیشه؟ ببینید، برای کسانی که کووید 19 گرفتند در زمانی که نفس تنگی دارند، فعالیت‌های ورزشی کم باید بشود، ولی آنهایی که گذرانده‌اند می‌توانند هر نمود ورزشی، هر نمود مشقی را انجام بدهند. ولی کسانی که بیماری‌های دل دارند باید خیلی احتیاط کنند، نوع ورزش‌هایی متناسب باشد با بیماری دل که دارند. برای باقی افراد هر نوع مشقی که بتواند ضربان دل را بالا ببرد، بتواند حرکت کند، بدن یک جا نایستد، میتواند مفید باشد. این وابسته به هر فرد است و وابسته است به وزن او و امکانات او. برای نفرانی که وزن زیادتی دارند چه مصلحت میدهید؟ کدام نمود تمرین ها رو استفاده کنند؟ خیلی مهم است. ما میدانیم کسانی که فربه هستند احتمالیت این که در زمان کووید 19 بیشتر بیمار بشوند هست
و در آنها بیماری خطرناکتر است. این وابسته به کووید 19. در عموم کسانی که فربه هستند به خاطر اینکه رگ‌های دلشان بسته می شود می تواند خطر بیماری های دل داشته باشد و سایر بیماری ها. پس خیلی مهم است که پیشگیری کنیم از فربهی. نکته ای که مهم است، مشق هایی که برای فربهی می شود باید به صورتی باشد که حرکت بدن زیاد باشد. یعنی ما یک سری مشق ها هست که وزنه بلند می کنند. برای فربهی این کفایت نمی کند. باید حتما بدود، راه برود و فعالیت بدنی داشته باشد. کمتر با وزن کار کند، بیشتر حرکت بدنی داشته باشد، خصوصا راهروی و دویدن. بینندگان عزیز باید توجه داشته باشند که اگر میخواهند مشق کنند یا رقص کنند در فضایی که بسته است، حتما تریزه ها و پنجره ها را باز بذارند هوای تازه بهاری وارد آن اتاق بشود. سعی کنند در بیرون، حاضر که هوا خوب است و به سمت بهار می رویم، بروند بیرون مشق کنند، بروند بیرون ورزش کنند که بتوانند از اکسیژن خالصی که در هوا هست استفاده کنند. ولی اگر مجبور هستند در یک اتاق یا در یک محیط ورزشی کار کنند، حتما تریزه ها رو باز بگذارند هوای تازه بیاد که پیشگیری کند از بیماری های سرایوی. سلام علیکم. یک دقیقه شما ممکن؟ خوب، دانشجو هستید، کار میکنید؟ دانشجوی دانشکده سرویس پروفتون در شهر دوشنبه. بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. آمدید قدم زدن در پارک؟ بله. لذت میبرید از این هوای زیبا؟ بسیار خوب است. بسیار خوب است. به نظر شما برای اینکه یک انسان سالم باشد چه کارهایی بکند خوب است؟ باید انسان باید اما وقت اول تغذیه خوری کند برای سلامتی خودش. باید به نظر من باید همین خیلی پسر باشد، باید یکم مشق کند یا که برای همین مشق‌های تمرینی کند برای سلامتی خودش. یعنی فعالیت‌های بدنی بله. کند. به نظر شما چه؟ شما هم همین موافقید؟ بله چه کار کنیم بیماری‌های دیگر نگیریم؟ راجع به کووید 19 شنیده اید شما؟ بله شنیدم. برای این بهر و به تازگی رعایت کنند، به ورزش مشغول شوند و همیشه خود را نگاه دارند. نقاب چیه؟ نظرتون راجع به نقاب چیه؟ نقاب بزنیم نقاب، یا نزنیم؟ بله. باید بزنیم. بله. خب ولی حالا چون هوای بهاری است، به نظر میاد شما فاصله رو رعایت کردید، آمدید یک کمی هوای سالم را استفاده بله. کنید. شما نظرتون چیه؟ به نظر شما آیا خوراکه سالم خوب است یا هر خوراکی که دوست داریم بخوریم؟ نه، خوراکای خوب لازم است برای سلامتی و پیشگیری بیماری. باید پیشگیری نمودن در کار و نقاب ها را بسیارتر استفاده بردن ممکن است. خوراکه رو گفتی خوراک سالم. شما چه خوراکی رو بیشتر دوست دارید؟ الان اگر بخوای بری خانه دوست داری چه خوراکی تیار باشد شما بخورید؟ خود در خانه چیزی باشه خوردن ممکن است. کدامش رو بیشتر دوست داری؟ خوراک‌های فایده آور برای انسان. میدونم. ولی چه ویتامین خوراکی؟ آور. مثال چه خوراکی رو دوست داری؟ شوربا. شوربا رو دوست داری؟ شوربا. بله. شوربایی که علف داشته باشه یا نه؟ ها داشته باشه، ویتامین داشته پس باشه. خیلی مهمه اگر موافق باشید اینه که ما خوراک‌هایی که علف داره استفاده کنیم. همونطوری که شما گفتید مشق کنیم، حرکت کنیم. شما رو من می‌بینم از لحاظ اندام همه فربهی ندارید. رحمت به شما که در این روز بهاری از اکسیژن هوا استفاده می‌کنید، در این پارک زیبا دارید قدم می‌زنید. قدم زدن برای ما خیلی مهمه. خوراک‌هایی که شما گفتید سبزیجات داشته باشه و حتما نقاب هم بزنیم. خب را باید بسیار استفاده نبرم. وقت 2 ساعت یا 3 ساعت بعد دوست ما میگه که نقاب‌ها رو اگر یک کرته است یک بار در روز استفاده کنیم. اگر نقاب‌های خانگی است میتوانیم هر روز یکی را 5 تا داشته باشیم. خیلی خوب. سوال دیگه که من دارم این است که از لحاظ روان شما چه کار میکنید که آدم‌ها به نظر شما شاد باشن یا غمگین؟ نظر شما چی؟ آدم‌ها باید شاد باشن یا غمگین؟ شاد باشند. چطور شاد باشین؟ خیلی موسیقی گوش میکنیم. رقص هم میکنید؟ رقص هم میکنیم. پس رقصیدن هم با شما موافقم. هم موسیقی هم رقصیدن هم میتواند مشق باشد برای تن، هم موسیقی میتواند آرامش بدهد به عصبها و روان.
бинандагони гиромӣ, барои тарзи ҳаёти солим мебояд ба варзиш машғул шудан, аз хӯрокҳои сервитамин, серғизо истеъмол намудан ва бо мусиқиҳои дилнишин рӯҳу равони худро шод намудан, аз ниқобҳо ҳатман истифода кардан ва ҳамчунин аз маслиҳатҳои табибон дур нашудан. پس بیایید با هم از این هوای تازه بهاری، از این طبیعت زنده و زیبای بهار استفاده کنیم و همگی سلامت این بهار را بگذرانیم. گرفته نشده است. از این رو شهروندان را میباید نسبت به سلامتی خود به اهمیتی نکرده در جایهای سیر آدم از نقاب و در جایهای جمعیتی فاصله اجتماعی را رعایت نمایند، بخصوص در جشنهای در پیش ایستاده. بینندگان گرامی، تا برنامه‌های آینده سلامت و سربلند باشید.